که بایستی یک تشابهی بین ماجرای حضرت زکریا و امام حسین سلام الله علیه باشد که حضرت در آغاز این حدیث به این مسئله اشاره میکنه و اون رو با مراجعه به برخ دیگری از روایات مثل این روایت حضرت علی ابن الحسین السجاد سلام الله علیه میفرماید هیچ منزلی ما وارد نمی شدیم از مدینه که حرکت کردیم به سوی مکه و از اونجا به عراق هیچ منزلی وارد نمی شدیم و از اون منزل کوچ نمی کردیم مگر این که پدرم امام حسین یاد حضرت یحیی می کرد و این رو میفرمود من هوان دنیا علی الله ان رأس یحیی ابن زکریا اهدی الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. از اموری که نشانه بی‌اعتباری دنیا و بی اهمیتی و بی ارزشی دنیاست، پستی دنیاست، این است که سر حضرت یحیی رو هدیه فرستادن برای بقیی از بقایا بنی اسرائیل. یه تشابهاتی میان امام حسین و حضرت زکریاست. حالا ولو در تفسیر کاف یا ها عین صاد هم یه چیزی همین راجع به همین که کاف اشاره مثلا به کربلاست، ها اشاره به هلاکت یزید یا اشاره به یزید، مثلا عین اشاره به آتش، صاد اشاره به صبر مثلا گفته شده. اما به هر حال این تشابهات هست. تو روایات دیگری هم آمده، مثلا از باب مثال حضرت یحیی سلام الله علیه لم نجعل له من قبل سمیا، هیچ کسی قبل از یحیی به این نامگذاری نشده بوده. هیچ کسی قبل از امام حسین به این نامگذاری نشده بود. در روایات هست این نکته که واژه حسن و حسین، این دو تا واژه که حسین مصغر حسن هست، این واژه خب جزء الفاظ عرب هست، در میان عرب بوده این الفاظ، اما مرسوم نبوده که این نام رو نامگذاری کنن روی فرزندانشون قبل از امام حسین. این تو روایات هست و اول کسی که به این نام نهاده شد امام حسین سلام الله علیه و امام حسن سلام الله علیه به این دو نام نهاده شده. قرآن هم میفرماید راجع به حضرت یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. حضرت یحیی میگویند 6 ماه متولد شد، امام حسین سلام الله علیه هم 6 ماه متولد شد. حضرت یحیی رو شهید کردن، امام حسین رو هم شهید کردن. سر حضرت یحیی رو هدیه فرستادن، سر امام حسین علیه السلام رو هم هدیه فرستادن. آسمان بر یحیی خون گریست، آسمان بر امام حسین خون گریست. این حدیث از آقا حضرت صادق سلام الله علیه هست. حضرت میفرماید که ما بکت السما الا علی یحیی ابن زکریا و حسین ابن علی 40 صباحا. آسمان نگریست. حالا تو این روایت دارد گریستن آسمان، چطور آسمان گریسته. در این روایت ریان ابن شبیب که روایت معتبری هم هست از نظر سند، مسند روایت،
حضرت رضا سلام الله علیه در این روایت ریان به ریان میفرمان یبن شبیب حدثنی ابی عن ابیه عن جده انه لما قتل الحسین علیه السلام بکت السماء دما و ترابا احمر. آسمان خون گریه کرد و خاک سرخ از آسمان بارید. این چطور می شود؟ ولو برخی آمدن توجیه کردن، گفتن این گریه آسمان به صورت دم این همون حمره است که در آسمان پدید آمده. اینطور نیست. اولا این خلاف ظاهر روایت هست، بعد یه شواهد و قرائنی هست که نه، مطر بوده، یعنی باریده. و حالا من یه تتبعی کردم، یه شواهدی هم از قرآن و هم از روایات در این رابطه انسان میتونه بهش برسه که نه واقعا آسمان باریده، خون باریده. شواهدی هم هست. حالا به هر حال این یکی از وجوه تشابه میان حضرت یحیی سلام الله علیه و علی نبینا السلام و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هست که ما بکت السماء الا علی یحیی ابن زکریا و حسین ابن علی 40 صباح.